فقط عشقم کفتره، به خاطر همین کفتره من زن گرفتم تا الانم مجرد موندم، فقط به خاطر کفتره. بابا ننم هم ترکشون میکردم به خاطر این کفتر، چون بابام یه روز به ما گفت یا کفتر رو انتخاب کن یا منو یا خونه رو. گفتم من کفتر رو انتخاب کنم. از 20 سالگی اصلا از اینا جدا شدم، تنها زندگی کردم تا الان. ما به خاطر کفتر برگشتن. کفتر آلمان تو برگشتیم آلمان تشریف بردیم، یعنی فقط به خاطر کبوتر برگشتیم؟ من هیچ 10 سال 18 سالم بود بابام فرستادم اونجا با عرض دولتی، فرستادم اونجا 2 ماه بیشتر نتونستم بمونم خونه. همش هم نامه که میدم این 2 ماه کفتر فقط سفارش کفتر رو میکرد.